سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید. به آموزش سرمایه گذاری در پلتفرم آستراتیتی خوش آمدید. آستراتیتی یه شرکت تولید کننده شارژر با امکان سرمایه گذاری در اونه. این شرکت در کوالالامپور مالزی است که با گسترش دستگاه‌های خود به صورت وسیع این امکان رو فراهم کرده که عموم مردم با پرداخت هزینه دستگاهی خودشون رو شارژ کنند که این یکی از منابع درآمد این شرکته. حالا نحوه سرمایه گذاری ما در این فرآیند سودآور چطور خواهد بود؟ نوع سرمایه گذاری با رمز ارز تتر و اجاره پاور بانک یا کومودها برای مدت مشخص می باشد. مراحل انجام کار: 1. دریافت لینک دعوت یا کد دعوت. اگر کد دعوت نداشتی، کد 2. ایجاد حساب کاربری. 3. نصب اپلیکیشن. 4. شارژ حساب. 5. انتخاب و اجاره دستگاه. و در نهایت دریافت سود روزانه و کسب درآمد دلاری و بین‌المللی. پس از دریافت لینک دعوت و کلیک روی اون، وب اپلیکیشن آستراتیتی براتون باز میشه که طبق آموزش اون رو تکمیل کنید و حساب کاربری بسازید. ابتدا زبان مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. اینجا نام کاربری رو تعریف کنید. اینجا یک پسورد برای خودتون تعریف کنید. کشور رو انتخاب کنید که برای این منظور هم میتوان پیش کد رو وارد کنید یا از صفحه کشورها کشور مد نظر رو انتخاب کنید. اینجا ما کد ایران رو انتخاب میکنیم. اینجا شماره موبایل رو وارد کنید. اینجا کلیک کنید تا کد ظاهر بشه. کد رو اینجا وارد کنید. شما باید کد دعوت رو داشته باشید. اگر لینک دعوت یا کد نداشتید، از همین کد میتونید استفاده کنید. تبریک میگم، شما وارد برنامه شدید. اولین صفحه پیج که معرف قالب کلی اپلیکیشن با گزینه‌های دسترسی مختلفه. در این قسمت واریز برداشت لینک گروه تلگرامی و خدمات مشتری است. 1. تعیین سطح. 2. گرفتن عضو. 3. مرکز خرید. 4. دریافت درآمد روزانه که هر روز روی این گزینه باید کلیک کنید و درآمد روزانه‌تون رو دریافت کنید. در این قسمت معمولاً قرعه کشی‌های مناسبتی قرار داره. اینجا نمایش درآمد از دعوت دوستانه. اینجا اولین گروه محصول یعنی پاور بانک با سود پایین‌تر و دومین گروه محصول کوموده که با سود بالاتر قرار داره. اینجا نمایش سود کاربران و نحوه درآمدزایی اونهاست. این قسمت سوالات متداول و قسمت آخر شرکای تجاری آستراتیتی که نشون از اعتبار این شرکت داره. پس از آشنایی اجمالی میریم سراغ بخش پروفایل که نشان دهنده چکیده فعالیت شماست. اولین کاری که باید انجام بدید نصب اپلیکیشن برنامه است که این امکان هم برای اندروید و هم برای iOS وجود داره. دومین بخش سوابقه که شامل جزئیات واریز به کیف پول، جزئیات برداشت از کیف پول، جزئیات درآمد دریافت روزانه، محصولات خرید شده و پاداش‌های دریافتی از دعوت دوستانه. قسمت بعدی چگونگی واریز وجه یا همون شارژ کیف پول بابت خرید محصول. از این قسمت شارژ دستی رو انتخاب کنید. سپس مبلغ مورد نظر رو وارد کنید. اینجا ما 300 تتر انتخاب می‌کنیم. در این قسمت یه لینک واریز به شما داده میشه که باید اون رو کپی کنید و در اختیار صرافی یا هر مرکزی که از اونجا واریز شما انجام میشه قرار بدید. هنگام واریز شما باید از دو قسمت عکس بگیرید. 1. رسید درخواست اولیه. 2. رسید نهایی که از طریق لینک واریز در اختیار شما قرار میگیره. پس از آپلود دوتا عکس شما منتظر باشید تا 100% کامل بشه و دوتا عکس رو مشاهده کنید. سپس دکمه ثبت درخواست رو بزنید و کادر ظاهر شده بعدی رو تایید کنید.
بعد از واریز و بررسی توسط شرکت و تایید اون، نمای کلی دارایی شما مطابق مبلغ واریزی شارژ میشه. حالا شما آماده خرید می باشید. از اینجا شما میتونید محصول خودتون رو انتخاب کنید. توصیه میشه که کمد انتخاب کنید که سودآوری بهتری نسبت به پاور بانک داره. اینجا من یک کمد 300 تتری انتخاب میکنم. سپس تایید میکنم. حالا از شما یک کد 6 رقمی میخواد که باید اون رو ایجاد کنید. پس از وارد کردن کد 6 رقمی شما تایید رو بزنید. حالا شما یکی از سرمایه‌گذاران شرکت بین‌المللی آستراتیتی هستید. مرحله بعد تشکیل تیم، ارتقای سطح، نظارت تیم و نهایتاً دریافت روزانه سود سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر از منبع درآمد تیم به مدت 5 سال. به بخش تیم میریم. شما امکان دریافت سود از درآمد 2 نسل از تیم خودتون رو دارید. از نسل اول 10% و از نسل دوم 5% پورسان دریافت میکنید. شروع شما با سطح 0 که هیچ عضوی ندارید. حداکثر سرمایه گذاری شما 300 تتر با دریافت سود 50%. با گرفتن 2 عضو به سطح 1 میرسید که حداکثر سرمایه گذاری شما به 1200 تتر و دریافت سود 70% ارتقا پیدا میکنه. با گرفتن 5 عضو به سطح 2 میرید که حداکثر سرمایه گذاری به 3000 تتر و دریافت 80% سود. با گرفتن 10 عضو به سطح 3 میرید که حداکثر سرمایه گذاری به 9000 تتر و دریافت سود 85%. و نهایتاً با گرفتن 20 عضو به سطح 4 میرسید که حداکثر سرمایه گذاری 18000 تتر با دریافت سود 90%. میرسیم به جذابترین قسمت آموزش، یعنی برداشت درآمد کسب شده. پس از وارد شدن به صفحه نخست شما از قسمت برداشت وجه میتونید تتر کسب شده رو به کیف پول شخصی خودتون انتقال بدید. برای این کار وارد برداشت وجه بشید. اینجا موجودی شما رو تا به امروز نشون میده. شما اگر قبلا برداشت زده باشید یک آدرس از قبل وجود داره و اگر بار اول باشه شما میبایست یه آدرس ولت یا همان کیف پول رو وارد کنید. این آدرس رو شما میتونید از صرافی مقصد یا کیف پول خودتون یا هر جایی که میخواید انتقال بدید بگیرید و اینجا وارد کنید. پس از تعیین روش پرداخت نوبت واریز مبلغ مد نظره. اینجا مبلغ مد نظرتون رو وارد کنید. اگه دقت کنید یه عدد اینجا هست که مبلغ کارمزده که شما بابت هر برداشت باید پرداخت کنید. یعنی اگر شما 100 تتر برداشت کنید در اصل 95 تتر به حساب شما واریز میشه. حالا پس از تعریف مبلغ شما دکمه برداشت از حساب رو بزنید و تمام. الان برای چک کردن وارد قسمت سوابق بشید و قسمت جزئیات برداشت رو چک کنید. ابتدا متن در دست بررسی رو میبینید. اینجا یادآوری میکنم معمولاً بررسی حدود 48 ساعت طول خواهد کشید و تا واریز به حساب شما تقریباً 48 ساعت باید صبر کنید. اگر پس از 48 ساعت به حساب شما واریز نشد شما میتونید از اینجا به پشتیبانی پیام بدید که با ارائه کد دعوت هم این مورد هم کل مواردی که برای شما جای سوال داره پاسخگوی شما خواهند بود. پس از اینکه مبلغ به حساب شما نشست و به کیف پولتون واریز شد اینجا شما متن موفقیت آمیز رو میبینید و نهایتاً در صورت هر گونه مشکل یا منصرف شدن شما از برداشت که به پشتیبانی قبلا اطلاع داده باشید متن رد شد برای شما نمایش داده میشه. امیدوارم برداشت‌های خوبی رو تجربه کنید. حالا شما از قسمت سوابق، جزئیات پاداش، جزئیات محصولات خریداری شده، جزئیات درآمد روزانه، جزئیات برداشت از حساب و نمایش جزئیات واریز به حساب رو میتونید مشاهده کنید. آخرین نکته این که برای دریافت سود روزانه میبایست هر روز از محل مرکز درآمد مبلغ واریزی رو تایید کنید تا به حساب شما وارد بشه و اگر ظرف 24 ساعت تایید نکنید سود روزانه شما از دست میره.
باید قبول کنیم همین موبایل که جزو جدا نشدنی از زندگی ما شده که تصور زندگی بدون اون دشواره، یه روزی به عنوان یه امر غیر قابل باور و آرزو و خیال بود. پس امروز هم مسیر درآمد و پول عوض شده و در آینده نچندان دور رمز ارزها جایگزین پول خواهند شد. به همین دلیل ساده باید ریسک سرمایه گذاری در چنین سازمان ها و پلتفرم ها رو به جان خرید که کمترین سود اون یادگیری و آشنایی با دنیای تجارت آینده است. امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید.